تو این قسمت میخوایم یه غذای خیلی 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 ساده از انیمیشن موش سرآشپز درست کنیم به اسم راتاتویی. این غذا خیلی ساده درست میشه، مواد اولیه‌اش خیلی ساده است ولی خیلی خوشمزه است. بهتون قول میدم اگه یاد بگیرین این غذا رو درست کنین، یکی از وعده‌های اصلی غذاییتون میشه، توی برنامه غذاییتون میاد. البته من خیلی توصیه میکنم برای کسایی که ویجیتریان یا وگن هستن حتما این غذا رو یاد بگیرن، چون سبزیجات خیلی توش خوشمزه میشه و میتونید که حتما تو وعده‌های غذاییتون ازش استفاده کنید. اول از همه اگه از این مدل ویدیوها دوست دارین حتما همین الان سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو بزنید، لایک رو بزنید. بریم که این غذا رو درست کنیم. داریم کلی غذاهای هیجان انگیز درست می‌کنیم. تو این قسمت داریم غذاهای انیمیشن ها رو درست می‌کنیم که توی پلیلیست غذاهای انیمه میتونید غذا انیمیشنی رو ببینید. حالا بیاین مواد اولیه این غذا رو بهتون بگم. یه سری سبزیجات لازم داریم: گوجه، کدو، سیر، بادمجون، لیمو ترش، جعفری و گیشنیز. برای اینکه میخوایم پوست گوجه رو ازش جدا کنیم، پس میذارم یکم گوجه ها بپزه، بعد میندازیم توی آب سرد و پوستش رو میکنیم. توی این فاصله که گوجه ها داره میپزه سبزیجات رو آماده میکنیم. چیزی که راجع به انتخاب این سبزیجات باید بهتون بگم، چون قراره که ما اینا رو برش بزنیم و کنار همدیگه قرار بدیم، سعی کنید که سبزیجات رو طوری انتخاب کنید که این بادمجون و کدو و گوجه‌ای که می‌خوایم کنارش بذاریم از لحاظ قطری اندازه‌هاشون یکم شبیه هم باشه که یه دسته رو قشنگ‌تر در بیاد. حالا اینا رو حلقه می‌کنم و اندازه هم در بیان، کنار هم دیگه قرار بدیم. توی انیمیشن موش سرآشپز با رنده این کارو میکنه که من چند بار امتحانش کردم، با رنده خوب نمیشه، حتما با چاقو این کارو بکنید. خب اینا رو حلقه حلقه میکنم. حلقه‌هاش هرچی نازک‌تر باشه برای اینکه میخوایم کنار هم دیگه بچینیم و شکلی که روی ظرف پیدا میکنه قشنگ‌تر میشه. اگه حوصله داری خیلی نازک انجامش بدی، اگه میخواین تون درست کنید دیگه با قطر بیشتر. گوجه ها توی آب جوش جوشیدن. حالا از توی آب جوش درشون میاریم، میذاریم داخل یخ که بتونیم پوستش رو خیلی ساده ازش جدا کنیم. این گوجه ها رو برای سس راتاتویی ما پختیم، سسش رو آماده میکنیم، میریزیم داخل ظرف و سبزیجات رو بهش اضافه میکنیم. پس سسش رو خوب یاد بگیرین، چون قسمت اصلی مزه این سبزیجات سس راتاتوییه. خب پوست گوجه ها به همین سادگی در اومد. گوجه ها رو پوست کندم. برای آماده کردن سس راتاتویی گوجه ها رو که پوست کندیم خورد میکنیم، داخل غذا سازمون میریزیم. میتونید این مراحل رو با رنده هم انجام بدین. با غذا ساز خیلی راحت تر میشه، ولی میتونیم با رنده هم این کار رو بکنیم. بیارمش جلو ببین چیا میبینم.
سسمون آماده شده. ببینید این شکلی شد. حالا میریزمش داخل ظرف. کف ظرف این سس رو میریزیم، خوب پخشش کنیم. حالا این سبزیجات رو قراره که بچینیم روی اینا. چقدر خوشگل شد. ببینید کدو و بادمجونا رو همین شکل خوشگل چیدیم کنار هم دیگه. حالا یکم از این سس که نگه داشتیم اول کار دوباره روی این سبزیجات من میزنم. یکم پخش کنم. این دیگه تو پخت میره داخل این قرار میگیره. هرچی که اصافتون مونده آخر سر بریزیم روی سبزیجات. و یک کم دیگه من بهش روغن زیتون میزنم. و تخم گیشنیز. حالا اینو به مدت نیم ساعت داخل فر قرار میدیم. من روی 150 درجه میذارم داخل فر نیم ساعت بپزه. فقط اینو بهتون بگم که این غذا رو هم میتونید روی گاز، هم توی روی توستر، هم توی بخارپز درستش کنید. یعنی حتما لازم نیست که با فر باشه. با هر امکاناتی که دارین میتونید این غذا رو درست کنید. رو مزهش هیچ تأثیری نداره. بریم بذاریمش داخل فر. آماده است. به همین خوشگلی شد. حالا میریم که داخل ظرف بریزیم و تستش کنیم ببینیم که چه مزه‌ای شده.
راتاتوی به همین سریعی و سادگی درست شد. به سادگیش نگاه نکنید، خیلی خوشمزه است. حتما درستش کنید، امتحانش کنید. پای ثابت سبزیجات کنار غذاهاتون میشه، کنار فیله غذای رژیمی، چیزای دیگه که دارین آماده میکنید حتما از این غذا استفاده میکنید. فوق‌العاده خوشمزه است. این غذا از انیمیشن موش سرآشپز به همین خوشمزگی شد. اگه غذای دیگه از انیمه‌های دیگر دوست دارین حتما توی چنل من قسمت پلیلیست، قسمت غذای انیمه ها رو ببینید. چنل منو سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید، زنگوله رو بزنید و من همراه باشید چون کلی از این غذای خوشمزه قرار درست کنیم. چطور بود؟ من میتونم راتاتوی فکر نمی‌کنم دوست داشته باشم. راست میگی؟ سبزیجاتش خوب پخته بود؟ یک بشقاب دیگه بیاورید.